به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب جالبی در مورد مرگ و روح برای شما شروع میکنم. با همدیگه ابتدا در مورد مشخصات کتاب میخونیم و بعد میریم برای کشف این کتاب جدید. کتاب سفر روح، سیری در جهانهای معنوی، دیدار از طبقات مختلف برزخ با هیپنوتیزم، نوشته مایکل نیوتن و ترجمه محمود دانایی هستش. این کتاب چاپ دهمش هستش که در سال 1396 توسط نشر نیکونش در مشهد چاپ شده. امیدوارم از این کتاب خیلی خوشتون بیاد و تهیه کنید و همه این کتاب رو خودتون مطالعه کنید. فهرست این کتاب شامل پیشگفتار ناشر هستش، مقدمه مترجم هستش و یک مقدمه کلی در مورد کتاب و 15 فصل و نتیجه گیری که من ترجیح میدم پیشگفتار ناشر، مقدمه مترجم، مقدمه کلی کتاب و نتیجه رو برای شما بخونم که کتاب رو مشخص کرده. 15 فصل بعدی رو خودتون زحمت میکشین و مطالعه میکنین اگر از این کتاب خوشتون میاد. اما با من همراه باشین که این کتاب زیبا رو در مورد سفر ارواح شروع کنیم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم؟ با آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، 2-3 روزی قفسی ساختن از بدنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. اما پیشگفتار ناشر. مطالب کتاب حاضر حاصل تحقیقات دکتر مایکل نیوتن روانشناس است که طی 40 سال درمان و بررسی صدها مورد خاص به دست آمده است. در میان او که اهم توجه خود را به حالات گوناگون روان و روح معطوف کرده، به مواردی از حالات روح و عالم برزخ و کیفیات گوناگون آن دست یافته است که جای تعمق دارد. وی نتایج تحقیقات خود را در این سالها از طریق تدریس در دانشگاه‌های امریکا و شرکت در سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس‌های متعدد در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. دکتر نیوتن در 2 کتاب خود، کتاب حاضر و کتاب سرنوشت ارواح Destiny of Souls، حالات و تجربیات گوناگون بیماران خود را دسته‌بندی کرده و با بیانی شیوا یافته‌های آنان را در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. تحقیقات دکتر نیوتن و دیگر دانشمندانی که در این زمینه تحقیقات علمی وسیع انجام داده‌اند، دال بر تحکیم اصول ادیان است، از جمله اینکه خداوندی قادر، متعال، یکتا، مهربان و حاکم بر کائنات وجود دارد، دنیایی به غیر از دنیای مادی اما لطیفتر و نورانیتر وجود دارد که جایگاه ابدی روح است. انسان تنها دارای یک قالب عنصری شامل اعضا و جوارح نیست، بلکه ورای این بعد جسمانی و مادی بعدی روحی قرار دارد که منشأ ملکوتی دارد و حامل دم پروردگاری است و این بعد روحی است که انسان را از حیوان متمایز می کند و موجد بعد اخلاقی در اوست. بعد اخلاقی است که به انسان امکان می دهد نودوست شود، با هم نوعان خود همدردی کند، از شادی آنان شاد شود، وظیفه شناس شود، قدر شناس شود، نسبت به هم نوع خود مهربان و مشفق باشد،
در جهت خدمت به هم نوع خود کوشا باشد. این تحقیقات همچنین مؤید این نکته است که حساب و کتابی واقعی وجود دارد و کسی را از آن گریز نیست و حق هیچ کس ضایع نمی شود. نیات و اعمالند که برتری افراد را نسبت به یکدیگر و قرب و بعد آنان را نسبت به مبدأ الهی ایجاد می کند. دکتر نیوتن با بررسی و بیان این مطالب توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کند که دنیایی دیگر با معیارهای مشخص وجود دارد که جایگاه ابدی روح است و هر کس حاصل نیات و اعمال خود را در آن می‌درود. لازم به ذکر است که بنابر ضرورت دین اسلام و نظر علمای اعلام، اجماع اهل ملل و عقیده سایر ادیان اهل کتاب معتقد به معاد، تناسخ و کلیه شقوق آن از وجوه سنتی تا بیانات اخیر و تغییر شکل یافته آن از هر نظر و با هر استدلال بالکل باطل و مردود است و بازگشت به آخرت تنها از طریق معاد صحیح است. ملا صدر المتعلهین در کتاب اسفار حاج ملا هادی سبزواری در شرح منظومه و صاحب کفایت الموحدین هر یک در کتاب خود با ادله مستدل رأی بر بطلان تناسخ داده‌اند. اهم این دلایل به شرح زیر است. تناسخیون برای انتقالات روح هیچ آغاز و انجام، بدایت و نهایت، مبدأ و مقصد و هدف و مطلوبی مطلقاً قائل نیستند. حال اینکه هر موجودی باید اول و آخر، مبدأ و معاد و هدف معینی داشته باشد. ثانیاً از نظر تناسخیون موضوع معاد و جزا و سزای قیامت مفهومی ندارد و گویند هر پاداش و مکافات و عکس‌العملی را در این دنیا به وسیله همان انتقالات خواهند یافت. حال اینکه تمام ادیان اهل کتاب به معاد و حساب واپسین معتقدند. اگر معاد ابدی نباشد، بقای روحی در کار نیست و اگر بقای روح نباشد، به قول دهر بودن اذا ماتت فاتت باید صدق کند که صحیح نیست. از سوی دیگر اگر بقای روحی در کار نباشد، موردی پیدا نخواهد شد تا انتقالات از بدنی به بدن دیگر صورت گیرد. به هر صورت دلایل علمی و منطقی بسیاری هست که نشان دهد تناسخ مردود و باطل است. عبدالکریم شهرستانی در ملل و نحل میگوید تناسخیه به تناسخ ارواح در اجساد قایل هستند و انتقال روح از شخصی به شخصی و آنچه از رعهت و نعما و تعب و بلا رسد گویند جزای فعلی است که در بدن دیگر اندوختند. از نیکی و بدی و آدمی به زعم ایشان دائما به یکی از دو امر مبتلاست، یا به فعل به جزا و آنچه در حال به آن مبتلاست، یا مکافات عملی است که پیشتر الزام کرده، یا مکافات عملی است که بر آن انتظار میبرد و بهشت و دوزخ در بدن مندرج است. این عقیده بالکل از عقل و منطق بیرون است. عبدالقاهر جرجانی میگوید تناسخ عبارت از تعلق روح است به بدن دیگر بعد از مفارقت آن از بدن اول بدون آنکه زمانی فاصله شود، چه بین روح و جسد تعشق ذاتی است. حال اینکه هرگز اتفاق دو امر در طبیعت بدون فاصله ممکن نیست و این خود دلیلی است بر رد تناسخ و تعشق ذاتی بین روح و جسد بی‌وجه است. لذا چنانچه به مثل ملائکه جسدی به خود نمیپذیرند. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون بیان می‌دارد که تناسخیان گویند نفوس ناطقه پس از مرگ هنگامی مجرد از
ابدان خواهم بود که جمیع کمالات نفسانی را در مرحله فعلیت حائز شده باشند و چیزی از کمالات برای او نمانده باشد. اما نفوسی که از کمالات بالقوه آنها چیزی باقی است در بدنهای انسانی می‌گردند از بدنی به بدن دیگر نقل کنند تا به غایت کمال از علوم و اخلاق برسند که آنگاه مجرد و پاک تعلق به بدنها باقی ماند و این انتقال را نسخ نامند. این سخن بدین معناست که خداوند جل جلاله برای کسی که فعالیت و همت بیشتری برای نیکی کردن و نیک بودن داشته است هیچ امتیازی قائل نخواهد شد، زیرا هر کس سرانجام به غایت کمال از علوم و اخلاق خواهد رسید که خود نشانه بطلان تناسخ است. در خاتمه با بیان زیبای شیخ محمود شبستری مطلب را به پایان می‌رسانیم. تناسخ زان جهت شد کفر و باطل که آن از تنگ چشمی گشت حاصل. اما مقدمه مترجم. در این دوران انسان‌ها به خصوص در جوامع غربی در همه زمینه‌ها به نتیجه کشفیات و تجربیات علمی، کلینیکی و آزمایشگاهی دانشمندان چشم دوخته و دل بستند و چون به صداقت و بی‌طرفی کاوش‌های علمی اعتماد و اطمینان دارند، یافته‌های آنان را غالباً با اشتیاق می‌پذیرند. شاید به همین جهت است که دانشمندان نیز رسالت جدیدی برای خود قائل شده و قلمرو پژوهش‌های خود را به بعد متافیزیکی بشر نیز تعمیم دادند. در 20 سال اخیر صدها کتاب مستند توسط دانشمندان علوم پزشکی با استفاده از تجربیات نزدیک به مرگ بیماران یا توسط روانپزشکان که از طریق خواب مصنوعی به کاوش پرداختند منتشر شده که وجود و بقای روح و موضوع زندگی‌های متوالی را به خوبی آشکار می‌سازد. به عنوان مثال کتاب زندگی پس از زندگی به قلم دکتر ریمون مودی در زمره پرفروش‌ترین کتاب‌ها قرار گرفت. در این کتاب نشان داده شده که روح بعضی از بیماران که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند موقتاً از جسم آنها خارج شده به نحوی که خودشان شاهد کار پزشکان بودند و حتی در آن لحظات به منزل و نزدیکان خود سر زده و از حال آنها باخبر شده بودند و پس از بازگشت به جسم و بهبود عین وقایع را تعریف کردند. این آزمایشات در غرب امریکا هم توسط پزشکان مختلف مثل دکتر ملوین مورس متخصص اطفال و برنده جایزه خدمات تحقیقاتی ملی امریکا تکرار شد. بالاخره در سال 1981 جورج آندرسن کتاب معروف و پرفروش خود را تحت عنوان ما نمی‌میریم منتشر کرد که در آن بر اساس پدیده‌های علمی و تجربی نشان داده بود که مرگ جسم پایان موجودیت انسان نیست. در سال 1984 کتابی تحت عنوان زندگی‌های متوالی، افقی جدید در علم، مذهب و جامعه به قلم سیلویا کرانستون منتشر شد و مورد توجه همه طبقات قرار گرفت. این کتاب نه تنها ترس و واهمه از مرگ را در افراد کاهش داد، بلکه بیداری جدیدی در مورد هدف از خلقت و وظیفه انسان در این دنیا را موجب گردید. کتاب حاضر نیز در زمره همان آثار است. نویسنده آن دکتر مایکل نیوتن در مؤسسات مختلف آموزش عالی امریکا در رشته‌های بهداشت فکر و روان تدریس کرده و سالهاست به کار هیپنوتراپی اشتغال دارد. وی از طریق ضبط و ثبت گفتار افرادی که به خواب مصنوعی فرو برده شده‌اند به حقایقی در مورد تکامل روحی انسان و مکانی که روح‌ها در فاصله بین زندگی‌های متوالی خود به آنجا می‌روند، یعنی برزخ، دست یافته است. مطالب کتاب نه تنها از لحاظ محتوا بلکه به جهت روش گردآوری اطلاعات درباره عوالم پس از مرگ بسیار جالب،
آموزنده و در عین حال جذاب و پرکشش است. از همه مهمتر این اولین کتابی است که با دسترسی به حافظه پنهانی و ضمیر ابرآگاه افراد متعددی در مورد وضعیت روح پس از مرگ جسم و جزئیات برزخ نگاشته شده است. به روشنی دیده می شود که افراد مختلف هر یک به تناسب پیشرفت روحی خود به این حقیقت رسیدند که هدف از خلقت چیز دیگری سوای دنیای مادی است. انسان بالاخره باید به کمال انسانیت خود دست یابد، چه در این دنیا و چه در آن دنیا، و برای این کار هم فرصتی طولانی تر از یک زندگی در پیش دارد. به قول مولانا، گر عمر بشد عمر دگر داد خدا. مطالعه این کتاب برای ما ایرانیان که وارث فرهنگ غنی معنوی هستیم از جهت دیگری نیز قابل توجه است. وجود روح که از دم پروردگار است و وجه تمایز ما انسان‌ها با سایر موجودات کره زمین است و موجودیتش با پایان عمر از بین نمی رود. مطلب و مفهوم تازه‌ای نیست. در آیه 80 از سوره اسراء خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: تو را از حقیقت روح می‌پرسند، جواب ده که روح به فرمان خداست و آنچه از علم به شما دادن بسیار اندک است. مترجم که در حد امکانش عمری را به مطالعه متون دینی و معنوی از منابع فارسی و خارجی سپری کرده است، برای تکمیل مطالب کتاب و روشن شدن جنبه‌های مختلف به ذکر پانویس‌هایی مبادرت ورزیده تا خواننده گرامی از یک طرف به واقعیت‌های بیشتر و دقیق‌تری در زمینه‌های مربوطه پی ببرد و از طرف دیگر به میراث عظیم فرهنگ معنوی غنی که از کشور خودمان برخاسته آگاهی یابد و مباهات کند. با اینکه اکثر مکاتب فلسفی مورد قبول مترجم است، ولی عمده پانویس‌های متن از فلسفه و کتب استاد الهی برگرفته شده، زیرا مفاهیم آنها جامع، مانع و نزدیکتر به متن است. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. اما مقدمی در مورد کلیات این کتاب. آیا از مرگ وحشت دارید؟ آیا نگران هستید که پس از مرگ برایتان چه پیش می آید؟ آیا ممکن است شما روحی داشته باشید که از جای دیگری آمده و پس از حیات جسمانی به همانجا بازگردد؟ یا این تنها یک خوشخیالی و فکر واهی ناشی از ترس مرگ است؟ شگفت‌انگیز است که در میان مخلوقات روی زمین تنها آدمیان هستند که باید دائما ترس از مرگ را در وجود خود سرکوب کنند تا بتوانند به طور عادی به زندگی بپردازند. با این حال غریزه حیاتی ما هرگز نمی‌گذارد این دلواپسی را از یاد ببریم. هرقدر سن ما بالاتر می رود، شبح مرگ واضح‌تر خود را به ما می نمایاند. حتی اشخاص مذهبی هم می ترسند که مبادا مرگ پایان موجودیتشان باشد. بزرگترین واهمه از مرگ ناشی از اندیشیدن به پوچی آن است. یعنی اینکه مرگ پایان تمامی پیوستگی‌ها و دلبستگی‌های ما به خانواده و دوستانمان باشد و اینکه مرگ سبب شود تمام اهداف و آمال و آرزوهای مادی و زمینی ما بی‌حاصل و بیهوده به نظر آید. اگر مرگ پایان همه چیز ما باشد، به راستی زندگی بی‌معنا و بیهوده خواهد بود. اما نیروی درونی به انسانها این توان را می‌دهد که به جهان پس از مرگ ارتباط و وابستگی به یک نیروی برتر و همچنین به جاودانگی روح اعتقاد پیدا کنند. اگر ما واقعاً دارای روح هستیم، پس این روح بعد از مرگ جسم به کجا می‌رود؟ آیا واقعاً در فراسوی جهان خاکی بهشتی که جایگاه ارواح هوشمند است وجود دارد؟
این بهشت چگونه جایی است؟ وقتی ما به آنجا میرسیم چه میکنیم؟ آیا موجود برتری حکمران این بهشت است؟ قدمت این پرسش ها به قدمت وجود خود بشر میرسد و همچنان برای اکثریت ما به صورت معمای حل نشده باقی مانده است. برای اغلب مردم پاسخ صحیح به اسرار زندگی پس از مرگ در پشت پرده شناختن روح پنهان است. این بدان جهت است که ما ذاتاً دچار فراموشی در مورد هویت روح خویشیم. اما اگر پرده را کنار بزنیم و به آگاهی برسیم، رابطه بین مغز و روح برایمان آشکار می شود. در چند سال اخیر نقل قول‌هایی از اشخاصی که موقتاً مرده و دوباره به زندگی بازگشتند شنیده شده است. این اشخاص از یک دهلیز طولانی، نورهای درخشان و حتی برخورد کوتاه با ارواح مهربان صحبت کردند. اما هیچ یک از این موارد که در کتاب‌های مربوط به تناسخ یا زندگی‌های متوالی درج شده است، هرگز حاصلی بیش از یک اشاره کوتاه درباره دانستنی‌های زندگی پس از مرگ نداشته است. این کتاب گزارش صادقانه است درباره دنیای ارواح که در طی آن مجموعه‌ای از سرگذشت‌های واقعی مطرح می‌شود و با ذکر جزئیات نشان می‌دهند که پس از پایان زندگی خاکی بر ما چه می‌گذرد. شما به فراسوی آن دهلیز راهنمایی و به درون دنیای ارواح وارد می‌شوید تا دریابید که پس از مرگ بر آنها چه می‌گذرد و چه مراحلی را طی می‌کنند تا در نهایت دوباره برای زندگی دیگری به کره خاکی بازگردند. من طبیعتاً آدم شکاکی هستم، هرچند که از مطالب این کتاب چنین بر نمی‌آید. حرفه من خواب درمانی یا هایپنوتراپی و کار اصلی من اصلاح ناهنجاری‌های رفتاری برای درمان اختلالات روانی است. قسمت اعظم فعالیت من کمک به بیماران برای مرتبط کردن افکار و عواطفشان است تا از این راه به هویت تازه‌ای دست یابند و رفتار سالم و به هنجارتری داشته باشند. با همکاری خود بیماران سعی می‌کنیم به معنا، نقش و نتیجه هر یک از باورهای آنها پی ببریم. زیرا من معتقدم که هیچ یک از مشکلات روانی تخیلی نیستند. در اوایل کارم به سبب پایبندی به روش‌های متداول رواندرمانی از جستجو و تحقیق درباره زندگی پیشین بیماران خودداری می‌کردم. در آن دوران هیپنوتیزم و روش بازگشت به سنین گذشته را برای شناخت ریشه خاطرات رنج‌آور و ضربه‌های روانی دوران کودکی به کار می‌گرفتم. لکن احساس می‌کردم هر کوششی برای رسیدن به زندگی قبلی غیر متداول و خارج از اصول عادی درمان بالینی است. علاقه من به موضوع زندگی‌های متوالی و امور ماوراءالطبیعه تنها یک کنجکاوی روشنفکرانه بود تا اینکه به کار با یک بیمار جوان در زمینه کنترل درد مشغول شدم. بیمار از یک درد مزمن در سمت راست بدن که تمامی عمر او را آزار می‌داشت شکایت داشت. یکی از راه‌های کنترل درد توسط خواب درمانی این است که بیمار را به گونه‌ای هدایت کنیم تا سبب شدت و افزایش درد خود شود و به این وسیله نحوه کاهش درد خود را نیز بیاموزد و به این ترتیب توانایی کنترل درد را به دست آورد. در یکی از جلسات درمان که به کار افزایش درد مشغول بودیم، بیمار برای اینکه بتواند زجر و درد خود را بازسازی و به شدت احساس درد کمک کند، در ذهن خود مجسم کرد که با ضربات کارد مورد حمله قرار گرفته است. در جستجوی ریشه این تصور ذهنی من بالاخره به زندگی قبلی او رسیدم و دریافتم که در جنگ جهانی اول سربازی بوده که در فرانسه به ضرب سرنزه کشته شده است. با این ترتیب موفق شدیم که درد را به کلی ریشه‌کن کنیم. بنا به توصیه و ترغیب خود مراجعین شروع به پسراندن برخی از آنان به دوران قبل از تولد اخیر
یا آخرین آمدنشان به جهان خاکی کردم. در ابتدا نگران بودم که آمیختن نیازهای کنونی، باورها و واهمه‌های بیمار ممکن است او را به تخیلات تازه‌ای که ناشی از بازیابی این خاطرات است دچار کند. اما دیری نپایید که دریافتم خاطرات عمیق ما مجموعه‌ای از تجربیات گذشته را تشکیل می‌دهند که واقعی‌تر و پیوسته‌تر از آنند که بتوان آنها را نادیده گرفت. من پی بردم که از نظر درمانی رابطه‌ای بین وقایع زندگی‌های قبلی با آنچه که اکنون هستیم تا چه اندازه مهم است. سپس من به کشفی با ابعاد گسترده دست یافتم. متوجه شدم که می شود از طریق چشم ذهنی کسانی که هیپنوتیزم شدند دنیای ارواح را مشاهده کرد و از چگونگی محل گذران بین زندگی زمینی آنها با خبر شد. نویسنده محل گذران بین زندگی‌های زمینی را به عنوان قسمتی از عالم ارواح تلقی کرده است. برای روشنی بیشتر مطالب از این پس این قسمت از عالم ارواح برزخ نامیده می شود. موردی که سبب شد دروازه‌های دنیای ارواح به روح من گشوده شود، زن میان سالی بود که خیلی مستعد هیپنوتیزم به نظر می رسید. او در حال عقب رفتن زمانی در زندگی خود بود. معمولا سوژه‌ها یا مراجعین وقتی تعریف زندگی اخیر خود را به پایان می‌رسانند، وارد مرحله ظریف و حساس می‌شوند. این سوژه خاص وقتی به این مرحله وارد شد، درباره خود شروع به صحبت کرد. ناگهان تقریبا خود به خود و بدون کمک من به بالاترین درجه بیداری و آگاهی رسید. بدون توجه به اینکه فرمان من سبب شروع این وضعیت شده باشد، پیشنهاد کردم که او به ریشه این تنهایی و فقدان یاران و مصاحبانش برگردد. در این لحظه من به طور غیر عمد یکی از کلمات محرکه برای احضار روح را به کار بردم و از او پرسیدم: آیا از میان دوستانش گروه خاصی هستند که او بیشتر دلش برایشان تنگ شده باشد؟ ناگهان بیمار شروع به گریه کرد. وقتی که از او سبب گریه‌اش را پرسیدم، با هیجان گفت: دلم برای دوستانی که در گروه من بودند تنگ شده و به همین خاطر روی زمین احساس تنهایی می‌کنم. من حیرت زده پرسجو را ادامه دادم که دریابم این گروه دوستان او واقعا کجا هستند. وی در پاسخ به سادگی گفت: اینجا در مسکن همیشگی من، همین الان دارم به همه آنها نگاه می‌کنم. پس از پایان کار این بیمار و مراجعه مجدد به نوارهایی که از حرفهای او تهیه شده بود، دریافتم که دست یافتن به جهان ارواح مستلزم ادامه برگرداندن آنها به قبل از آخرین زندگیشان است. کتاب‌های بسیاری درباره زندگی‌های متوالی نوشته شده، اما در هیچ یک از آنها نتوانستم درباره زندگی غیر مادی به صورت روح یا طریقه دستیابی به خاطرات زندگی اشخاص در حالت روح مطالبی پیدا کنم. لذا تصمیم گرفتم تحقیق در این زمینه را شخصاً به عهده بگیرم. به تدریج با ممارست و تمرین توانستم مهارت بیشتری در امر ورود به دنیای ارواح از طریق بیماران خود پیدا کنم. همچنین دریافتم که بررسی دنیای ارواح برای مردم به مراتب مهمتر و معنیدارتر از دستیابی به وقایع زندگی‌های قبلی آنان در جهان خاکی است. چطور ممکن است که از طریق خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم به روح دستیابی پیدا کنیم؟ در نظر بگیرید که ذهن آدمی دارای 3 کره متحدالمرکز است. هر کدام از کره‌ها از قبلی کوچکتر و در داخل آن قرار دارد و هر یک معرف لایه و درجه‌ای از خودآگاه ذهنی است. اولین لایه خارجی معرف ذهن خودآگاه است که منشأ استدلالات انتقادی و تحلیلی ماست. لایه دوم معرف ذهن نیمه آگاه است، همان ناحیه‌ای که قبل از بقیه قسمت‌ها به خواب مصنوعی فرو می‌رود تا به پایگانی خاطرات مربوط به این زندگی و زندگی‌های قبلیمان دسترسی پیدا یابد. لایه سوم داخلی ترین آنها همان است که ما اکنون آن را ذهن ابرآگاه می‌نامیم.
این لایه بالاترین مرکز خودیت را برملا می‌سازد. یعنی مربوط به هنگامی است که ما حالت مظهر یک نیروی برتر را داریم. ذهن ابرآگاه هویت واقعی ما را در خود نگه می‌دارد و با ذهن نیمه آگاه که حاوی خاطرات قالب‌های مادی زندگی‌های قبلی ماست آمیخته شده است. ابرآگاه ممکن است تنها یک لایه ذهنی نباشد و بلکه خود روح باشد. قسمت ابرآگاه معرف عالی‌ترین تظاهرات خرد و ادراکات ماست. تمام اطلاعات من درباره زندگی پس از مرگ از این منبع انرژی هوشمند برمی‌آید. کاربرد خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم در پرده برداری از حقیقت تا چه اندازه معتبر است؟ مغز اشخاصی که به خواب مصنوعی فرو برده می‌شوند به آرامی از مرحله بیداری بتا می‌گذرد و نوسانات آن از مرحله میانی پایین‌تر می‌رود و به سطوح مختلف مرحله تتا می‌رسد. مرحله تتا خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم است، نه خواب طبیعی. وقتی ما می‌خوابیم به مرحله پایینی دلتا می‌رسیم، جایی که پیام‌های رسیده به درون حوزه ناخودآگاه وارد می‌شوند و به صورت رویاهای ما در می‌آیند. در مرحله تتا ذهن ابرآگاه دچار بیهوشی و ناخودآگاهی نیست. بنابراین ما توانایی دریافت و ارسال پیام‌های مغزی را داریم و تمام مدارهای حافظه و خاطرات نیز باز و مشغول به کار هستند. در حالت هیپنوتیزم اشخاص در مورد تصاویری که می‌بینند و گفتگوهایی که می‌شنوند و منشأ آنها ذهن ناخودآگاه است. به صورت اموری واقعی حرف می‌زنند. سوژه‌ها در پاسخ به پرسش‌ها نمی‌توانند دروغ بگویند. تنها ممکن است آنچه را در ذهن ناخودآگاه خود می‌بینند به طور نادرست تعبیر کنند. همان گونه که ما نیز در حالت آگاهی ممکن است دچار سوء تفاهم و سوء تعبیر شویم. در خواب مصنوعی اشخاص دچار این مشکل هستند که نمی‌توانند آنچه را که با باورهای آنها مغایر است بپذیرند. برخی از منتقدان هیپنوتیزم معتقدند فردی که به خواب فرو برده می‌شود خاطرات جعلی و پاسخهای ساختگی از خود بروز می‌دهد تا بدین طریق چهارچوب‌های نظری القا شده توسط خواب کننده را به نحوی اثبات کند. من این نوع تعمیم را یک برداشت نادرست می‌دانم، زیرا در تحقیقاتم با هر مورد به موضوع تازه‌ای برخورد می‌کنم. گویی برای اولین بار است که این اطلاعات را می‌شنوم. اگر سوژه به نحوی بر جریان هیپنوتیزم خود فائق آید و به خیال پردازی آگاهانه درباره وقایع بعد از مرگ بپردازد، پاسخهایشان به زودی تناقض خود را با خوابهای قبلیش آشکار خواهند کرد. من از ابتدای کار خود به اهمیت پرسجوهای مکرر و دقیق پی بردم و هرگز به موردی برخورد نکردم که نشان دهد خواب شنونده برای خوشنودی من به جعل خاطرات روحی خود پرداخته باشد. برعکس، اگر من گفته‌های خواب شنوندگانی را سوء تعبیر کنم، آنها هیچگاه در اصلاح من درنگ نمی‌کنند. به تدریج حجم گفته‌های سوژه‌ها وسعت یافت و به شیوه آزمون و خطا روش صحیح طرح پرسش درباره دنیای ارواح با توالی مناسب را پیدا کردند. سوژه‌هایی که در حالت ابرآگاه هستند انگیزه چندانی ندارند تا داوطلبانه در مورد زندگی به صورت روح و برزخ اطلاعاتی را بیان کنند. خواب کننده یا هیپنوتیزور باید برای هر دری کلید مناسب داشته باشد. نهایتاً با آموختن اینکه بتوانم هر در را در زمان مناسب خود در هر جلسه خواب باز کنم، توانستم روش قابل اعتمادی برای دستیابی به خاطرات مربوط به قسمت‌های مختلف برزخ به دست آورم. وقتی این توانایی را پیدا کردم، تعداد بیشتری از سوژه‌ها احساس کردند که موضوع دنیای بعد از مرگ را به راحتی پذیرفتم و از آن پس با تمایل بیشتری در این باب با من صحبت می‌کردند. مراجعین من هم شامل مردان و زنانی هستند که کاملا پایبند مذهبند و هم کسانی را در بر میگیرد که اصلا هیچ گونه پایه اعتقادی خاصی ندارند. اما اکثریت آنها در فاصله بین این دو قطب قرار میگیرند، با کوله‌باری از باورها و اعتقادات گوناگون درباره فلسفه زندگی.
نکته حیرت انگیزی که با آن برخورد کردم این بود که در جریان پیشرفت تحقیقات وقتی خواب شنوندگان به گذشته برگردانده میشوند و به مرحله زندگی به صورت روح میرسند، کلیه آنها در پاسخ به پرسش‌های مربوط به برزخ با زبانی عامیانه کلمات و توصیف‌های تصویری مشابهی را به کار میبرند. اما تشابه بین تجربیات سوژه‌ها مرا از ادامه تحقیق در تایید صحت آزمایش‌ها و گفته‌های آنان از راه مقایسه با گفته‌های دیگران و همچنین تطبیق آنها با فعالیت‌های عملی افراد منصرف نکرد. در میان گزارش‌های سوژه‌ها تفاوت‌هایی هم مشاهده می‌شد، لکن علت اصلی آن بیشتر مربوط به اختلاف سطح تکامل روحی در بین آنان بود، نه تفاوت اساسی در نحوه مشاهدات مربوط به برزخ. در ابتدا تحقیق بسیار دشوار بود و کند پیش می‌رفت، اما به تدریج که قسمت اصلی خاطرات سوژه‌ها تدوین می‌شد، به یک مدل عملی از جهان جاویدان که روح‌ها پس از مرگ جسمی در آن به سر می‌برند دست یافتم. دریافتم افکار مربوط به برزخ که توسط روح‌هایی که در قالب جسمی روی دنیای خاکی زندگی می‌کنند بیان می‌شود، شامل حقایقی مشابه است و در همه گزارشات عمومیت دارد. بچه تشابه و درک مشترک مطالب توسط افراد مختلف مرا قانع کرد که اظهارات آنها صحیح و در خور باور کردن است. من ذاتاً فردی مذهبی نیستم، اما به نحوی دریافتم جایی که پس از مرگ جسمی همه به آنجا خواهیم رفت مکانی است که بر آن نظم خاصی حاکم است و هدفی دارد. همچنین بر من آشکار شد اصولاً مقوله زندگی و دنیای پس از مرگ تحت نظم، طرح و هدفی شگفت‌انگیز است. وقتی که اندیشیدم چگونه میتوانم یافته‌های خود را به بهترین وجه ارائه دهم، به این نتیجه رسیدم که روش مورد شناسی بهترین توضیح و تشریح را فراهم می‌کند تا خواننده بتواند نقل خاطرات بعد از زندگی خواب شنوندگان را شخصاً ارزیابی کند. هر یک از گزارش‌هایی که من انتخاب کردم شامل گفتگوی مستقیم و دو طرفه بین من و خواب شنونده است. اظهاراتی که در هر گزارش آمده عیناً از نوار ضبط شده و پس از آن در جلسه درمانی پیاده و نقل شده است. هدف این کتاب شرح زندگی‌های گذشته سوژه‌های من نیست، بلکه ثبت و ضبط و مستند کردن تجربیات و خاطرات سوژه‌ها در مورد برزخ است. برای خوانندگانی که در قبول و تصور روح به عنوان یک عنصر غیرمادی دچار اشکال هستند، گزارش‌هایی که در فصول نخستین کتاب آورده شده به طور اخص مفید است. این خاطرات نقل شده توضیح می‌دهد که روح چگونه ظاهر می‌شود و به چه طریق عمل می‌کند. هر گزارش به دلیل محدودیت جا و همچنین برای اینکه خواننده نظم و ترتیب منطقی فعالیت روح را درک کند تا حدودی خلاصه شده است. فصول کتاب بر اساس رفت و آمد روح به داخل و خارج برزخ و ارتباط آن با سایر اطلاعات مربوط به روح تنظیم شده است. تشریح سفر روح به برزخ پس از مرگ جسمی تا شروع زندگی بعدی در جهان خاکی دستاورد خاطرات خواب شنوندگانی است که تهیه و انجام آنها 10 سال طول کشیده است. در ابتدا وقتی با اشخاصی برخورد می‌کردم که قسمتی از زندگیشان که مربوط به فواصل بسیار دورتر بود بهتر از خاطرات زندگی نزدیکتر در دنیای ارواح بیاد می‌آوردند، موجب شگفتی من می‌شد. با این حال به دلایل ناشناخته هیچ یک از سوژه‌ها قادر نبودند که تمام فعالیت‌های روح را به ترتیب زمان وقوع آنطور که من در کتاب آوردم به یاد آورند. سوژه‌ها پاره‌ای از جنبه‌های زندگی به صورت روح را به طور روشن و زنده به یاد می‌آوردند، حالانکه برخی دیگر از خاطراتشان نامفهوم و کدر بیان می‌شد. در نتیجه دریافتم حتی با این 29 گزارش هم نمی‌توانم طیف کامل اطلاعات درباره دنیای ارواح را جمع‌آوری و به نظر خوانندگان برسانم. بنابراین علاوه بر 29 گزارش، جزئیاتی از موارد دیگر نیز در متن کتاب آمده است. امیدوارم اگر آنچه را که سوژه‌های من درباره زندگی پس از مرگ می‌گویند دقیق می‌یابید، کاربرد انسانیان را مورد توجه قرار دهید.
و ممنونم که با من همراه بودید. من نتونستم نتیجه این کتاب رو برای شما بخونم چون که خارج از تایم وایس میشه و اگر خوشتون اومده و به دنیای بعد از مرگ علاقه دارین پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.